سلام، مخلص همه شما موشکاف، حاضر به یراق و همچی سردماغ آماده خدمتگزاریه. آقا این داستان دیپلمات تروریست شیخ فری واسه سازمان ملل خیلی داره بیخ پیدا میکنه. تیریش هم همینجوری یه بند در حال آه و ناله است. در اقدامی جدید جمعی از اعضای کنگره آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما خواستار منع صدور روادید برای آقای ابوطالبی شدند. بهانه حمله به آقای ابوطالبی حضور او در جمع دانشجویان خط امام است که اقدام به تسخیر لانه جاسوسی در سال 58 کردند. این نمایندگان همچنین از اوباما خواستند با دبیرکل سازمان ملل رایزنی کند تا مطمئن شود که آقای ابوطالبی هرگز به عنوان نماینده در این سازمان پذیرفته نخواهد شد. این تازه بخشی از قضیه است. سریال ضد حال زدن به عظما و رئیس جمهور بنفشش ادامه داره. یکی رو ملاحظه کنید. 29 سناتور آمریکا در نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهور این کشور از وی خواستند از صدور روادید برای نماینده جدید ایران در سازمان ملل متحد خودداری کند. فرهان حق سخنگوی سازمان ملل متحد در واکنش به این کارشکنی آمریکا در موضعی انفعالی گفت این موضوع دو جانبه میان ایران و آمریکاست و سازمان ملل در این مرحله دخالتی نخواهد کرد. اینم از رایزنی سازمان ملل. سنا و کنگره رو گفتیم، حالا وزارت خارجه رو داشته باشیم. نماینده شیخ فری واسه سازمان ملل بدجوری درد سرساز شده. ties to the 1979 hostage crisis. He was an Iranian student involved in taking Americans' 1979 takeover. یک عضو گروه دانشجویان افراطی که سفارت آمریکا در تهران را تقریباً 35 سال پیش تسخیر کرد، اخیراً معلوم شده است که قرار است سفیر ایران در سازمان ملل گردد. وزارت امور خارجه این انتصاب را بسیار پردردسر خواند. We think this nomination would be extremely troubling. We're taking a close look at the case now and we've raised our serious concerns about this possible nomination with the government of Iran. کوسه و شیخ فری رو مجسم کنید که میخواستن یه تروریست همچی بی استخون و لای زربرق اعتدال بفرستن سازمان ملل، اما حالا طرف نرفته دیپورت شده. ببین کوسه، با این چیزا نمیتونی نجات پیدا کنی. برو سراغ همون چتر نجات خودت. وقتی که زور تحریما به ما فشار میاره، چتر نجاتمون فقط پیژامه امامه. اما حالا موشکاف میخواد آس رو کنه، مدرک رو کنه که بابا یارو از بیخ شغلش ترور بوده. بنازم به هموطنای بامرام و با صفای خودم که سالها قبل از این که دوزاری اونور آبیا بیفته، حال این یارو ابوطالبی تروریست رو تو ایتالیا گرفتن. سنش هم هست، طرفو با تخم مرغ رنگی خاگینش کردن. ملاحظه کنید. Il ministro degli esteri e degli affari esteri dell'Iran. Ecco, c'è un momento della manifestazione, c'è un giovane, c'è un momento della manifestazione, ci sono dei rappresentanti della opposizione iraniana che hanno protestato nei confronti del ministro degli esteri Velayati, che non è presente in sala. Il ministro بله ما اینی، واسه ما نمیتونی از این قیفا بیای، همچی تخم و مرغیت میکنی که به قد بیفتی. واویلا داری حاجی، واویلا.
گذشته زه از سر عزما محل سگ نمیذارن به آقا جر شده هماش ماشالله وضعمون خراب شده با ویلا 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 جسمم ناقص و کالم پس مونده دجالم حالا خراب شده حالم و پریشون شده احوالم فس فس خوابیده بادم آخه بمبو به باد دادم یکی برسه به فریادم در رفته کشه ولایت ما خاک شیر شده طلسم عظما خر تو خر شده نظام به بلا وضعمون خراب شده با ویلا 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 اگه زهرو بخورم با میرم اگرم نه مگه از جون سیرم ای بابا حق مسلم کجا رفت بیاتون دق میکنم میمیرم بیاتون دق میکنم میمیرم با ویلا 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 ای والله انفاسه کن